محوریت اصلی سفر سرپرست وزارت محترم امور داخله به صفحات شمال کشور دیدار با مسئولین ملکی و نظامی ولایت ها، دیدار با علما و مشایخ، متنفذین قومی و جوانان روی تقویت وحدت ملی بیشتر میان اقوام و اقشار مختلف کشور، ارزیابی از تطبیق فرامین، هدایات و ارشادات رهبری امارت اسلامی افغانستان، ارزیابی از تطبیق پروژه های عام المنفعه، شنیدن چالش ها و مشکلات های امنیتی مردم و اخذ پیشنهادات مردم برای بهبود و تقویت نظام و همچنان ارزش های دینی و ملی می باشد. سرپرست وزارت امور داخله در این سفر بر علاوه رویدادهایی که با والیان دیدارهایی که با والیان ولایت‌های متذکره، قماندانان امنیه، منصوبین و سربازان داشتند، نیز با شماری از علما، متنفذین، جوانان و در هر ولایت نشست‌های جداگانه‌ای داشتند. در این نشست روی ایجاد همبستگی، وحدت و یکپارچگی بیشتر میان اقوام و اقشار مختلف تاکید ورزیدند. قبلا به شما تذکر دادم که هیچ گروهی اکنون در افغانستان خلاف منافع هیچ کشوری، خلاف همسایه ها و دیگر کشورها هیچ نه اجازه میدهیم، چون پالیسی امارت اسلامی افغانستان است، و نه اجازه فعالیت میدهیم و نه حضور دارند. طبعا همیشه تبلیغات منفی است. موضوع مهاجرت جداگانه است. میشه که من بعد به خاطر رفع تصمیم گفتم که با کشور پاکستان و سازمان بین‌المللی مهاجرت تفاهمی داشته باشیم تا اینکه تصامیم اتخاذ گردد تا اینکه تشویش ها رفع شود. امارت اسلامی افغانستان به همه قلمروها حاکم است. امنیت سرتاسری تامین است. هیچ گروهی به صورت مرئی حضور نداره در افغانستان. البته بعضی قسمت ها گروهی که اسم بردین مثل داعش و بعضی دیگرها سرکوب کامل سرکوب شده. به هیچ عنوان نگرانی اصلا در قسمت امنیت وجود نداره. باید همه کشورهای منطقه باید این موضوع را درک کنن که ما الحمدلله تعهدی که با دنیا سپاریدیم در قسمتی که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نشود و نخواهد شد کاملا عملی شده و هیچ نگرانی وجود نداره. البته در قسمت اظهار دوم شما که گفتین که مواد مخدر، طبعا فرمانی بود که همه جهانیان با اینها اظهار خرسندی کردن، چون یک موضوعی که هم شرعی بود هم انسانی بود و امارت اسلامی افغانستان با هم چنان عملی هم ملت را از خود کردن، هم جهان اسلام را و هم سازمان ملل از یا ابراز خرسندی کردن. ما الحمدلله در همین کشور عملیات‌های خوبی داریم. طبعا هیچ کسی را اجازه نخواهیم داد که کشت کنن و یا که قاچاق کنن به دیگه کشورها انتقال دهن. طبعا بعضی حلقات مخرج تبلیغات منفی میکنن. آمار قاچاق و آمار کشتش کاملا تخفیف کاهشی کامل پیدا کرده و اجازه نمیتیم کسی همچنان عمل ایجاد کنه. پالیسی امارت اسلامی افغانستان به همه هویداست که ارض افغانستان، خاک افغانستان خلاف هیچ کشوری، خلاف منافع هیچ کشوری انشالله استفاده نخواهد شد. ما هرگز این چنین اجازه را به هیچ فردی و هیچ گروهی نخواهیم داد. طبعا تبلیغات سوء علیه امارت اسلامی افغانستان برای ایجاد تشویش میان مردم و ملت و مسئولین و حتی بین کشورها بعضی از جهت‌های مغرض است که تبلیغات میکنند تا اینکه امو جبهه مغرضانه خود را انعکاس دهند و مشکلات را ایجاد کنند. هیچ نوع حقیقت نداره. البته بعضی موضوع مهاجرت به شما هویداست که 6-7 سال قبل زمانی که مشکلات در وزیرستان ایجاد شد مهاجرین اینجا به افغانستان آمدن. طبعا مهاجرین حقوق خود را دارد از نگاه قوانین بین المللی. ما کوشش میکنیم که همه سهولت ها را برایشان ایجاد کنیم و خواهش ما از سازمان بین المللی مهاجرت و از کشور مسئول کشور پاکستان خواهش ما است که مشکلات مهاجرین را رفع کنند تا اینکه به کشورشان برگردند. پالیسی وزارت محترم امور داخله در قسمت تامین امنیت در سرتاسر کشور بسیار واضح است. ما می‌خواهیم که سطح جرایم جنایی، سطح فساد همیشان پایین شود و حتی ختم شود و الحمدلله خیلی دستاوردهای خوبی در اواخر داشتیم که جرایم جنایی ختم شده. فساد حتی شما دیدین که اعترافات جامعه جهانی در قسمت مبارزه با فساد دیدین. باز هم ما متحد هستیم. از هر طریقی ممکن پالیسی‌های مختلفی داریم در این راستا، من جمله نصب کامراهاست. از طریق سکتور خصوصی کامراها نصب
شده و انشالله مورد بررسی همه کشور قرار میگیره. باز هم ما پالیسی آینده داریم که از طرف حکومت بعضی کامراها ساخته شود در همه نقاط مهم کشور، خاصتا مرکز، که باید امنیت سرتاسری تامین باشه تا مجرمین نتونن که فعالیت‌های گوناگونی انجام بدن. حقوق زنها طبعا امارات اسلامی افغانستان یک با ارزش ها کار میکنه، تحت ارزش ها حاکم شده و این خواست ملت افغانستان است که باید همه ارزش های اسلامی، عدالت اجتماعی تامین شود. زنها طبعا حقوق خود را دارند، باید در همه نقاط تامین شود. طبعا بعضی رواج های مردودی که از نگاه ارزش های اسلامی، نکاح اجباری مثلا، حقوق میراثشان و سایر حقوق انشالله تذکر داده شده، انشالله که تاکیدا عمل انجام خواهد شد. پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره